سلام آقا. بازم دیر اومدی سر کلاس. آقا ترافیک بود ببخشید. تقصیر منه؟ شما وزیر حمل و نقلی؟ نه. پس تقصیر شما نیست. بشین سجاد. اگه شبا 8 ساعت خواب کافی داشتی، هم زود میومدی مدرسه، هم انقدر مغزت معیوب نمیشد که ریاضی صفر بگیری. از نظر شما 8 ساعت خواب مفیده، ولی از نظر من اصلا مفید نیست. اگه روزی 8 ساعت بخوابیم، در سال میشه 2920 ساعت، درسته؟ خب این یعنی 121 روز هدر دادن عمر در سال. بسه. بریم سر درسمون. هر موجودی روی کره زمین یه چیز مفید تولید میکنه. مثلا زنبور عسل تولید میکنه. آقا اجازه، انسان چی؟ انسان چی؟ اینجوری که انسان فقط اند تولید میکنه. امتحان املاتون رو تصحیح کردم. نفر اول 10 از 20 و همچنین بالاترین نمره کلاستون. که بگم برگردون؟ هیچی نگو. نمو صدا تو